مرا در فرقی چی که نگاه میکنه نمیکنه مرا خلاصی نکرده چی برادر ما کتی همسر خودم گاو زده استم رجب علی ایبرانی. ای زنکی به عقل تو در همی جانی من زدگی فهمیده سی نه دکترمون نه بالنیسمون تمام این نمودی دورو را گرفتم تو کی سوز شوخی راز خود ای راز خود کنی را چی دماخی تو سوز مشی یا نه مایلش مردک جان نکنین هیچی نکنین دیگه خونه رفته استا بودیم که در خونه گب میزدیم من شر نبود در خدی کوچه داد زنین آخه بینین مردم همش ما را نگه داره گوش که مرا در فرقی چی که نگاه میکنه نمیکنه مرا خلاصی نکرد. سلام علیکم دوستان عزیز، میخوام یک چیز خاطراتتون کنم. آیا شما برای گذشتن از گرانیت تنقیسی میکشید؟ حجت‌هایتون تمام شده است یا اینکه آدم باورنام ندارید؟ پس ما برای شما پیشنهاد میکنم خدمت رسانی یکی دولتی رو با ماشین‌های نو و زمانه‌ای و خدمت رسانی در سطح عالی با نرخ خیلی هم دسترس و ارزان. پس شما چیکار میکنید؟ بر رقم‌های زیر همین ویدیو +7 999 141 2292 و +7 991 610 73 40 زنگ میزنید و مشکل‌هایتان را حل میکنید. و دوستان عزیز نگفته نماند که اگر شما از نام کانال رجب علی ایبرانی مراجعت نمایید باز برای شما تخفیف کرده می شود. زنگ زنید تا اینکه دیر نمانید. که مرا در فرقی چی که نگاه میکنه نمیکنه مرا خلاصی نکرد. ما میخوام تیسر پدر بشم و خیسوی بیا فرزند بشیم پیش قدر دوست و دشمن ده پیش قدر همسایه و خیش تورده. مایلش مردک جان فهمیدم مایلش چیزی که شما بیاین گوش که زنه تو در یک ماه دیگه وقت اگر همین فرزندار نشدی کو من زن میگیرم دفع میشی خونی و چاد میری فهمیدی گپا؟ فهمیدم خب السلام علیکم برادر عزیز. و علیکم سلام. ممکن باشد در دوره یک چی همراه شما گپ زنم؟ گپ زد گوش دارم. هیچ گمان نمیکنم که یگان مردی سالم عقل در کوچه در نزد مردم با همسرش داد و بیدادی کرده گذرد. صدا چی برادر ما کتی همسر خودم گاو زده استم. درست است شما همراه همسر خودتون گپ زده استین. لکن من باید یک چیز رو گپ زنم. روز میرسد تو را دوستانی نزدیکت ترک میکنند. خویش اقربا ترکت میکنند. از همه عزیزترین کسان پدر و مادر هستند که ترکت میکنند. لکن فراموش نکن در همه پستی بلندی زندگی همین همسرت همراه تو قدم میماند. و یک چیز رو نیز فراموش نکن از اولی زندگی تا آخری زندگی همراه همسرت دوست باش. رجب علی ایبرانی.